Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. ما از خداوندیم و به سوی او برمیگردیم. ایها الناس، ای مردم آگاه باشید، همه ما رونده به سوی الله هستیم. خداوند در قرآن می‌فرماید: کل نفس ذائقة الموت. هر نفس چشنده مرگ است. هر یک شخص و هر یک حیوان و هر یک نفسی که جان در بدن او هست البته شربت نفس را می چشد. ما هم از جمله آنها هم هستیم. یک بار بیاندیشیم، یک نظر کنیم. درخت می سبزد، باز قاق می شود. آفتاب می درخشد، باز به جای خود می رود. انسان هم تولد می شود و باز هم می میرد. برای همین آگاه باشید. این شخصان می میرند اما نام نیکی آنها نمی میرند. یکی از بهترین و پیشقدمترین هنرمند تاجیکستان نظیرمد موسویف که در سن 70 سالگی درگذشت. دعا کنیم خداوند طریق رحمت شایسته جنت و قبرشان را پرنور گرداند. سوال و جوابهای منکر و نکیر برایش آسان و مشکلی عذاب قبر را برایش آسان بگرداند. خداوند با اهل و عائله اش صبر جمیل و صبر پیغمبری نصیب روزی بگرداند. دعا کنیم. درباره شادروان برای شما کمی معلومات میدهم. نظیرمد موسویف هنرمند تاجیک در سن 70 سالگی درگذشت. مراسم دفن او امروز 16 می در شهر دوشنبه برگزار شد. او در دهها فیلم در زمانه شوروی و در زمان استقلال نقش آفریده است. قربان صابر هنرمند تاجیک و یکی از دوستان نظیرمد موسویف در صحبت با ما گفتند او از هیچ بیماری شکایت نداشت ولی سبب مرگش سکته قلبی گفته می شود. او هنرمند نبود که گوییم فلان نقشش خوب بود و فلان نقشش خوب نبود. همه کارهایش خوب بود. معیار حقیقتی در همه کارهایش بود. می توانست فیلم چندان خوب نباشد یا فیلم نامه خوب نباشد اما جایی که او نقش می آفرید همه کار خوب بود. گفت او سفر حق دادا رئیس اقتصادیگاری های سینمای تاجیکستان می گوید. نظیرمد موسویف سال 1985 پس از او در فیلم او مرا خوش دارد یعنی که بروسی یا نرولیوسا مشهور شد. او به سینمای ما چهره کینوی وارد شدند. چهره و صدای زیبایشان کارگردان ها را مفتون کرده بود. در سالهای استقلال هم خیلی فعال بود. جوانها همیشه او را برای نقش آفرید در فیلم ها دعوت میکردند. بیغرض بودند. حتی نرخ نقش آفری را نمیپرسید. از او کسی حرفی ناخوب نشنیده است. همیشه تبسم در لبش بود. هر روز سر کار می آمد و در کینو و در تئاتر فعال بودند. گفت سفر حق دادا. نظیرمد موسویف هنرمند خلقی تاجیکستان کارمند تئاتر دولتی جوانان با نام محمود جان واحدو بود. نمایشنامه 5 زن خواجه نصرالدین ترمه از جمله صحنه های تئاتری بودند که در 2 سال اخیر او در آنها نقش بازیده است. به همه ما و شما معلوم است که در شبکه پیشصف یعنی در شبکه بحرالدین صبور فیلم قصر غم را بازی میکرد. روحت شاد، آخرتت آباد باشد.
استاد هنرمندان تاجیکستان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.